سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. شاید حدود 1 سال پیش بود که من یک آموزشی در خصوص راه رفتن کاراکتر انسانی به صورت 2 بعدی توی نرم افزار افتر افکت یک ویدیو آموزشی ضبط کردم. اونقدر مورد استقبال قرار گرفت، اونقدر کامنت های مثبتی دریافت کردم که قصد دارم ایرادایی که توی حالا این کار برای دوستان به وجود اومده رو یک بار دیگه با افتر افکت 2023 و با آپدیت اسکریپت دویک خدمتتون توضیح بدم. همین کاری که الان میبینید داره اتفاق میفته، همین انیمیشنی که این آقا داره اینجا انجام میده و حرکت میکنه رو میخوایم با همدیگه کار بکنیم. دوستان عزیزم، افتر افکت و فتوشاپ، پریمیر و ایلستریتور دائما داره به روز میشه، دائما امکانات جدیدی داره بهشون اضافه میشه. اگر که از این به روز بودن غافل بشیم، ممکنه که توی تولید محتوا، چه به شکل انیمیشن، چه به شکل حالا فیلم و حتی عکس، دچار مشکلاتی بشیم. نمیگم مشکلات، ممکنه بذارید اصلاح بکنم، ممکنه دچار دغدغه هایی بشیم، ممکنه که کارمون سخت‌تر پیش بره. چون توی ورژن های جدید این نرم افزارها اینقدر امکانات دوست داشتنی اضافه شده که شما میتونید به سرعت کارهایی که قبلا انجام میدادید رو انجام بدید. پس بریم توی نرم افزار افتر افکت با اسکریپت دویک ببینیم که چطور میتونیم این انیمیشن راه رفتن رو مجدد پیاده سازی بکنیم، اجرا بکنیم. خب ما در ابتدا یک کاراکتر آماده دانلود کردیم از سایت فری پیک که این کاراکتر آماده برای ایلستریتور کار شده. در ابتدای کار ما باید بدن و اجزای در واقع بدن این رو تحلیل بکنیم، برش بدیم و اگر برش داده شده فقط جدا جدا توی لایه‌های مختلفی قرار بدیم که بتونیم ببریم توی نرم افزار افتر افکت و اون رو تبدیلش بکنیم به یک کاراکتر. خب در ابتدای کار ما یک کاراکتر انسانی دانلود کردیم از سایت freepik.com و برای ایلستریتور کار شده و ظاهراً تمام دست و پاهاش جدا جدا اما در داخل یک گروهه. ما باید این فایل رو برای نرم افزار افتر افکت اول آماده کنیم، بعد انتقالش بدیم توی نرم افزار افتر افکت و بعد انیمیشن رو روش انجام بدیم. در ابتدای کار با کلیک بر روی هر قسمت میتونید اون رو آنگروپ بکنید. خب بعد از آنگروپ کردن بخش لایه ها رو از در واقع سمت راست باز میکنم و دقت بفرمایید که در نرم افزار ایلستریتور ما یک لایه اصلی داریم و چند تا ساب لایر یا لایه زیر مجموعه. خب کاری که ما اینجا انجام میدیم اینه. ببینید بدن و کمر باید به هم دیگه بچسبه. برای اینکه راحت بتونید بدون آنگروپ کردن هر محتوا رو بردارید، میتونید از گزینه گروپ سلکشن تول استفاده بکنید. با گروپ سلکشن تول اول کمر رو انتخاب میکنیم و بعد بدن رو و بعد یقه رو که ببینیم لایه هامون به چه شکلی هستن. ببینید کمر 2 تیکه است. خب پس اول این قسمت کمر، شیفت رو نگه میدارم، این قسمت کمر رو انتخاب میکنم و همزمان شیفت رو که نگه داشتم بدن رو انتخاب میکنم، کنترل زد و یقه رو انتخاب میکنم. ببینید هی میکشم این ور تا بتونم ببینم که چه عناصر رو انتخاب کردم و بعد از انتخاب کنترل ایکس میزنم، کات میشن. ببینید کنترل ایکس کات میکنه. از این قسمت یک لایه جدید باز میکنم و کنترل شیفت وی میزنم یا ببینید از طریق گزینه آبجکت، اگر اشتباه نکنم بله توی ادیت بود، ببخشید توی ادیت شما میتونید paste on all artboard یا paste in place رو بزنید. کنترل شیفت وی که فقط ما چون یک آرتبورد یا صفحه داریم میندازه دقیقا همون جایی که بود. کنترل شیفت وی. اگر میخواید باز هم همونجا بیفته ولی بالاترین لایه، کنترل اف رو میزنیم. خب حالا بریم سراغ انتخاب های دیگه‌مون. چشم این لایه رو ور میدارم و با دابل کلیک اسمش رو به بادی تغییر میدم یا بدن بذاریم. خواهشاً فارسی اسم نذارید. خب بدن گذاشتیم اسمش رو، حروف کوچیک رو هم بنویسم که با حروف کوچیک بهتره. اما بریم سراغ دستش. این دست در این قسمت بود اگر اشتباه نکنم. ببینید بله ما اینجا یک دستی داریم که میریم امتحانش هم بکنیم. وقتی دست انتخابه و میخواد به چرخه حول این محور
ببینیم که به چه شکل قرار دیده بشه. ببینید این ایراده. اول دست رو در موقعیتی قرار بدید که هر دو تا نیم دایره بر روی همدیگه قرار بگیرن. فکر میکنم که اینجا خیلی بهتر شد. ببینید دقیقاً این قسمت یک دایره تشکیل بشه. با گروپ سلکشن تول یه ذره ببرمش بالا، من میتونم الان دیگه دایره رو بله کامل اینجا تشکیل بدم. یک بار دیگه بچرخونیمش، کلید آر رو بزنیم، اول شکل انتخاب، کلید آر، یک کلیک میکنیم اینجا و بعد میچرخونیمش. این نسبتاً بهتر شد، ولی بازم بهتر پایین بیاد، ولی مهم نیست. خب ما اینجا دو تا قرار دست داشته باشیم، یک دست اینور و یک دست هم اونور. دو تا پا هم قرار داشته باشیم که پاها رو میتونید در دو قسمت مختلف برش بدید. ما ببینید مچ دستمون جداست، دستامون کاملا جدا هستن و هر کدوم از قسمت ها باید لایه مخصوص خودشو بره. قبل از هر کاری سر رو هم کنترل X، یک لایه جدید، کنترل F میزنم که سر هم در موقعیت خودش قرار بگیره. سر لایهش باید پایین بدن باشه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چون اگر بالا باشه ببینید گردنش میزنه بیرون، پس باید پایین بدن باشه. اما بریم سراغ برداشتن چشم این دوتا لایه و بریم سراغ دست. کنترل X میزنم، حالا خط و خطوط اضافه رو هم پاک میکنم. لایه جدید، کنترل شیفت V یا کنترل F هیچ فرقی نداره. اسمش رو میذارم کتف دست راست، با کد میذارم. ببینید کتف دست راست. خب این رو هم بذاریم، کنترل X بزنیم، یه لایه جدید باز کنیم، کنترل F بزنیم، اسمش رو هم بذاریم دست راست. خب با کد گذاشتیم و حالا بریم سراغ این قسمت که نیاز نیست، حذفش میکنم. این قسمتی که الان هست به عنوان دست در نظر میگیرم، پس این قسمت رو میذارم مچ دست راست، با دابل کلیک مچ دست راست و این قسمت رو هم کنترل X، لایه جدید، کنترل F، اسمش رو بذاریم دست راست. اینطوری بهتر شد. پس لایه ها رو داریم تقسیم بندی میکنیم. یک دست آماده است. همین رو میتونم کپی بکنم با نگه داشتن کلید شیفت و انتخاب اینها، کنترل C کنترل V بزنم که یک کپی دیگه در جای دیگه به من بده. دوباره اینها رو باید تقسیم بندی کنیم. کنترل X بزنیم کات بشه، لایه جدید باز کنیم، کنترل F بزنیم که دقیقاً همونجا پیست بشه، اسمش رو بذاریم کتف دست چپ. دوباره کنترل X میزنم، لایه جدید، کنترل F میزنم، اسم این رو هم بذاریم مچ دست چپ و اسم این رو هم بذاریم دست چپ. خب به این صورت. یک اشتباهی که کردم این بود که لایه باز نکردم. کنترل X، لایه جدید، کنترل F و حالا اسمش رو بذاریم دست چپ. خب خیلی عالی. هر دو تا دست رو داریم. ببینید این دستی که الان برش داده شده باید بیان همه لایه هامون. ببینید اینجا مشخصه این و این باید بیاد بالای لایه بدن، به این دلیل که این بالای لایه بدن باشه. این هم که پایین لایه بدن باید بمونه. پس انتخابش میکنم، فقط میبرمش در جای مخصوص خودش قرار میدم. دو تا دست ها رو ما داریم که این باید برعکس باشه. به نظر من ما میتونیم از ابزار قرینه کردن استفاده بکنیم. کلید او رو میزنیم، یه اینتر میزنیم و اوکی میزنیم. حالا کلید آر رو میزنم برای چرخوندن دست، یه کوچولو به چرخونیمش و حالا در موقعیت مورد نظر قرار بدیم. این هم همینطور، او اینتر بعد کلید آر، یه کلیک رو دست، یه کوچولو میچرخونمش و یه کمی هم میبرم بالا. خب میتونم رنگ پیراهن رو کمی تغییر بدم که بتونم بعداً با دابل کلیک واردش میشم. یه کوچولو تیره ترش کردم که با دست ها بتونم فاصله ای داشته باشم از لحاظ رنگی. خب بریم سراغ پاها. پاها رو هم به همین ترتیب باید من برش بدم، یعنی هر کدوم رو ببرم توی لایه مخصوص خودش. اول این رو برش میدم، کنترل X، لایه جدید، کنترل F،
اسمش رو بذاریم پای اینطوری ران پای راست که سمت ماست. این رو هم کنترل X کنترل F در لایه جدید. این رو هم بذاریم مچ پای راست و این قسمت و این قسمت رو با هم. ببینید هر قسمتی که مربوط میشه به پاهاش همه رو انتخاب میکنم به غیر از این و این. کنترل X لایه جدید کنترل F و اسمش رو هم بذاریم پای راست. همین کار رو برای این یکی پا انجام میدم. انتخاب با گروپ سلکشن تول کنترل X لایه جدید کنترل F اسمش رو تغییر بدیم به ران پای چپ. این کنترل X لایه جدید کنترل F مچ پای راست مچ پای چپ ببخشید و حالا این قسمت کلا انتخاب به غیر از این دوتا. درسته؟ لایه‌ش هم همونه، پس فقط اسمش رو تغییر میدم، نیاز به لایه جدید باز کردن نبود. اسم این رو هم بذاریم پای چپ. خب سر رو هم برگردونیم لایه‌ش رو و کار تقریبا میشه گفت که بله تمومه. کار دیگه که باید انجام بدیم اینه. از طریق فایل سیوش میکنم در مختصات مورد نظرم، مثلا داخل دسکتاپ و اسمش رو کاراکتر میذارم. بعد از اینکه این کارو کردم فایلم آماده است ولی فعلا ایلوستریتور رو نمیبندم، میرم سراغ افتر افکت و حالا فایلم رو با کلیک و درگ میندازم داخل محیط افتر افکت. کاری که انجام میدیم کامپوزیشن رو انتخاب میکنیم و اینجا هم گزینه لایر سایز و اوکی. با دابل کلیک کردن میتونیم وارد کاراکترمون بشیم. کاری که باید انجام بدیم اینه که از طریق ویندو دویک جدید رو باز کنیم، کمی منتظر بشیم که دویک رام بشه، اجرا بشه و بعد با زدن بر روی این گزینه بالا شما میتونید منوتون رو ببینید. در منوی اول ساختار استخوان بندیمون رو میتونید مشخص کنید. خب شما میتونید گزینه هیومنوید رو بزنید و یک مشخصات کاراکتر انسانی بهتون بده، یا اینکه دست و پاها رو جدا جدا ایجاد بکنید. من هیومنوید رو میزنم و منتظر میشم که یک کاراکتر انسانی برام بسازه از لحاظ استخوان بندی. ببینید همه کارها رو داره خودش انجام میده. دست رو ساخت، پا رو ساخت، ستون فقراتمون رو ساخت و کلا همه عناصر رو الان بهمون تحویل داد. کاری که انجام میدیم اینه. انتخاب میکنیم، ببینید این آرم نوشته شده، آرم 2، آرم 1 و دقیقاً روی کاراکترمون قرار میدیم. اول از ستون فقراتمون استفاده کنیم. میذارمش اینجا و یکی یکی اینها رو مرتب میکنم. اینا همشون برای اون قسمت هایی هستن که شاید ما دوست داشتیم بریده باشن و تکون بدیم هر قسمت رو، جا به جا بکنیم هر قسمت رو. اون وقت بعد کاراکترمون یه از این قسمت برش داده میشد، یه از این قسمت که تمیزتر هم در میومد کار. ولی ما به خاطر سرعت بخشیدن به آموزش تون داریم مراحل رو پیش میبریم. خب این بخش در واقع ستون فقرات بود که من این قسمت هیپس رو باید به بادی وصل بکنم. پس خوب دقت بفرمایید. بدن رو یا بادی رو کلا باید وصلش بکنیم به چی؟ هیپس. وصلش کردیم. پس هیپس شد بادی، یعنی بدن کلا با هیپس قرار حرکت بکنه. خب میریم سراغ این قسمت که ببینید اسمش چیه؟ هد. سر رو وصل میکنم به این. سر وصل میشه به هد. از اینجا پیداش کنیم، یه ذره مرتب ترش بکنیم، خیلی بهتر میشه. خیلی بهتر شد. خب به این صورت. به این صورت. حالا بریم سراغ دست ها. با اینا دیگه کاری نداریم. دست رو انتخاب میکنیم یا همون اس آرم
دقیقا میاریمش اینجا. فقط دقت بکنید یه بار جای خالی کلیک بکنید بعد دست رو حرکت بدید که با همدیگه حرکت نکنند. ببینیم که درست سر رو انتخاب کردیم و وصل کردیم یا نه، چون داره سر حرکت میکنه. سر رو به هند وصل کردیم، اشتباه هم باید به هد وصل کنیم. اینجا هد رو من پیدا باید بکنم. بله الان درست شد. خب دست رو میارم دقیقاً آرنج رو روی آرنجش قرار میدم، اونجایی که ما برش داده بودیم رو دقیقاً مشخص میکنم و این قسمت هم باید بیاد دقیقاً روی مچ دست قرار بگیره و الان درسته. ببینید هر کدوم از استخوان بندی ها یک در واقع المان دایره شکل هم داره که اینجا مشخص. این المان دایره شکل رو هم دقیقاً قرار بدید روی انگشتا. بریم سراغ لینک کردن. آرم انتخاب، بله آرم، آرنج، اینم که هند. خب بریم از دست استفاده کنیم. ما این رو دست راست گذاشته بودیم، درسته؟ کتف دست راست. خب بریم کتف دست راست رو انتخاب بکنیم از لایه هامون. کتف دست چپ این هست. بله کتف دست راست. این رو وصل میکنیم به اس آرم. مچ دست راست رو به بالاییش فورارم و دست راست رو به هند. اینم از این. همین کار رو برای اون یکی دست انجام میدیم. پس اول آرنجش رو مشخص میکنیم که کجا قرار گرفته، بعد همون کتفش رو آرنجش رو مشخص کردیم، این رو میارم این ورتر، دستش رو مشخص کردیم، جای خالی کلیک کردیم، این دایره کوچیکه رو هم انتقال دادیم آوردیم روی انگشتا. پس بریم سراغ وصل کردن. اینم آرم 2 اسمش. اگر توی لایه ها دقت بفرمایید عدد 2 بهشون اضافه شده. اگر نام لایه ها رو ما مشخص نمی کردیم مکافات میشد برامون. خب کتف دست چپ وصل میشه به آرم 2، مچش وصل میشه به فور آرم 2، دست چپ هم خودش وصل میشه به هند 2. این هم از این. بیایم سراغ پاها. ببینیم که این کدوم پاه. بله کاملا درسته. استخوان بندی پا هم به ترتیب اینجا مشخصه. کاری که فقط قرار بکنیم اینه که دقیقاً بیاریم قرارش بدیم جایی که ران پا شروع شده، جایی که زانو پا شروع شده، این رو هم دقیقاً جایی که مچ پا شروع شده و حالا قرار این رو روتیت بدیم. کلید آر رو میزنم، میچرخونمش. که بیاد اینجا قرار بگیره. میتونستم آرمو نچرخونم، این قسمت رو بچرخونم، هیچ فرقی نمیکنه. خب این رو هم بیاریم رو کف پا قرار بدیم، کمی دیگه تنظیم بکنیم به درستی و تمام. حالا همین کار رو برای این یکی پا انجام میدم و بعد لینکش میکنم. ران، اینم زانوش، اینم گزینه پا، جای خالی کلیک کردیم، این آبیه رو گرفتیم کشیدیم اینور، این نقطه رو آوردیم دقیقاً گذاشتیم کف پاش و دیگه تمام. حالا بریم سراغ لینک کردن. ما این رو گذاشته بودیم اسمش رو چی؟ ران پای راست. ران پای راست باید به گزینه تای وصل بشه. مچ پای راست باید به گزینه کالف وصل بشه و پای راست باید به گزینه فوت وصل بشه. همین کار رو برای اون یکی پا انجام میدم. یعنی ران پای چپ باید وصل بشه به تای 2، مچ پای چپ باید وصل بشه به زانوی 2 و پای چپ هم باید وصل بشه به پای 2. همه چی دیگه درسته. ما اینجا انگشت نداشت کاراکترمون و حالا تو این مرحله تمام لایه ها رو با هم دیگه انتخاب میکنم. میام سراغ گزینه دومش، اتوریک اند ایکا رو انتخاب میکنیم، کلیک میکنیم و منتظر میشیم که استخوان بندی که انتخاب کردیم لینک بشه به بدن. به همین راحتی. خب وصل شد. از کجا متوجه شدیم که وصل شد؟ گزینه‌های قرمز رنگ این پایین برای کاراکترمون
انتخاب شده که با انتخابشون و جابجا کردنشون میتونیم که حرکت‌هایی رو داشته باشیم. ببینید پا کجا خم میشه؟ پا به سمت عقب خم میشه. برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم میتونیم که جهت پا رو عوض بکنیم. اولا بهتره بگیم کدوم پایه که پای چپ رو ما انتخاب کردیم، ای کار رو اینیبل کردیم و حالا بیایم سراغ در واقع برعکس کردن جهتش که ریورس رو من میزنم. یه ذره استخوان بندی درست نبوده، ما به پا دقت نکردیم توی انتخاب پا. ببینید زانو از کجا میشکنه. سوالتون ممکنه این باشه که میشه اینجا اصلاح کرد. بله میشه یه ذره این رو جابجا کرد و آوردیم برتر. فقط دقت بکنید که باید اون موقع کفش و در واقع پا رو هم خودش رو انتخاب بکنیم. پای چپ رو هم باید یعنی انتخاب بکنیم، کمی جابجاش بکنیم که دقیقاً درست بیفته سر جاش. الان بهتر شد. همین کار رو ممکنه برای این یکی پا هم داشته باشیم. پس از قرمزه میگیرم جابجاش میکنم. ببینید یه ذره میشکنه زانو اینجا که بهتر زانو رو انتخاب بکنیم. فکر میکنم که مچ پای راست بود. درسته؟ یه ذره بیارمش پایین تر. خب بسیار عالی، این هم درست شد. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه. ببینید ای کاش ما توی نرم افزار ایلاستریتور این دوتا گزینه رو حذف میکردیم و پا رو مستقیم میچسبوندیم، یا کوتاهش میکردیم یا اینها رو پخ میدادیم. ببینید بهتر کوتاهش رو هم بکنم. این 4 تا یا 3 تا هندل رو میگیرم، میارم کمی پایین تر. اینجا ما مثل این که چندین تا هندل داشتیم. بسیار عالی. به این شکل همین رو هم در واقع این کار رو براش انجام بدیم. اول دوتا رو انتخاب بکنیم، بیاریمشون پایین تر تا این حد، یه ذره بالاتر ببرم. خوبه. حالا این دوتا رو با هم دیگه پخ بدم. یه کنترل اس میزنم و اینجا قراره که نتایج اعمال بشن. خب بریم سراغ حرکت دادن کاراکتر. انقدر زوم میکنم تا بر حسب فریم بتونم فریم هام رو ببینم. هر 10 فریم من میخوام که به این کاراکترم حرکت بدم. پس هر 10 فریم رو دارم میبینم و فقط باید روی قرمزها حرکت رو داشته باشید. اول از استخوان بندی بدنش شروع کنیم. همیشه اول کل به جز بریم. برای راحتی کار ببینید برای شما کلی اینجا الان کنترلر ایجاد شده، کلی اونایی که با سین کنترلرن، اونایی که با اسن استراکچر یا همون استخوان بندی کارمون رو دارن تشکیل میدن. ما میتونیم لایه هامون رو مخفی بکنیم. این بالا گزینه مخفی رو میزنم، تمام اس هایی که اینجا وجود داره رو میتونم به این صورت مخفیشون بکنم. با کلیک کردن روی گزینه های اس حتی میتونید لایه های بدن رو هم مخفی بکنید. نیازی نداریم فعلا بهشون و مخفیشون کردیم، فقط کنترلرها بمونن. برای اینکه این رو از حالت مخفی در بیارین هم روی آیکونش کلیک میکنید و از حالت مخفی در میاد. پس بریم مخفی کنیم فعلا. حالا که ما این رو مخفی کردیم اول میریم به کلیت یا بادی میپردازیم. روی بادی پی رو میزنم و ایگرگش رو جابجا میکنم. ایکس ایگرگ. کاملا درست، یعنی حرکت ها اون داره به درستی اتفاق میفته. خب برای پی یا بادی، برای بادی پی رو زدیم، فعال کردیم در واقع گزینه کی فریممون رو 10 فریم میایم جلوتر. ببینید در فریم اول من میخوام پاها باز باشه، پس بدن یه ذره میاد پایین تر. میرم توی فریم 10 برمیگردونمش سر جاش، یه ذره این رو بیشتر بیاریم پایین که توی فریم 10 بتونیم یه ذره باز پایین نگهش داریم، بدن زیاد نشکنه. 10 فریم میرم جلوتر، دوباره همین کی فریم اول رو کنترل سی کنترل وی میزنم بیاد اینجا.
دوباره میرم جلوتر، این کی فریم رو کنترل C و کنترل V میزنم، دوباره 10 فریم میام جلوتر، فریم اولم رو دوباره کنترل C و کنترل V میزنم تا اینجا کلید N کلیک راست و تریم رو میزنیم. بیاییم سراغ گزینه مربوط به پاها. اول از پاها میخوایم حرکتمون رو شروع کنیم، پس روی فوت 1 کلیک میکنم، میگم پا در ابتدای کار بیاد تو این مختصات قرار بگیره. وقتی پا تو این مختصات قرار گرفته یه ذره میچرخه، پس من پی شیفت آر رو میزنم. شیفت آر رو زدم که هر دوتاشون با همدیگه ظاهر بشن. توی فریم اول هستیم، هر دوتا رو فعال میکنم. 10 فریم میام جلوتر، ببینید در اینجا حالا روتیشن رو یک کوچولو میچرخونم، پا باید یک کوچولو بچرخه. خب 10 فریم اومدیم جلوتر، وقتی بدن رفته بالا پا هم میشکنه میاد بالا، یک کوچولو دوباره روتیت داده میشه بهش، میایم 10 فریم جلوتر، پا بعد از اینکه بالا باشه باید بیاد پایین، یه ذرم جلو، دوباره ما بهش روتیشن میدیم، توی فریم 10 فریم جلوتر پا باید بیاد دوباره پایین و صاف قرار بگیره، دوباره یه کوچولو بهش روتیشن میدیم که صاف باشه و حالا در فریم آخرمون دوتا فریم اول رو کنترل C و کنترل V میزنیم. چرا این کار رو انجام دادیم؟ ببینید اسپیس زدم که پخش بشه تا ببینید که حرکت به چه شکلیه. یه ذره از دور ببینیم کاراکترمون رو. خب این کار رو انجام میدیم که حرکتمون بشه به صورت تکرار شونده یا لوپ هم دیده بشه. خب این از بریم سراغ این یکی پا. این پا وقتی عقبه، این پا باید جلو باشه. P شیفت R، هر دوتا رو در فریم اول فعال میکنم. کاری که انجام میدم اینه که یک کوچولو میارمش پایین تر، در این مختصات قرار بگیره، یک کوچولو بهش روتیشن میدم، 10 فریم میریم جلوتر. این پا وقتی بیاد بالا این پا میاد وسط، روتیشن بهش میدم صاف بشه. 10 فریم میرم جلوتر، روتیشن رو توی فریم قبلی یک کوچولو باید بیشتر میکردم. 10 فریم میرم جلوتر، این رو خیلی بیشتر میارم عقب، روتیشنش رو هم بیشتر میکنم. 10 فریم میام جلوتر، این رو میارم بالا. باز ببینید پا رو ای کاش یه ذره اصلاح میکردیم، الان دیگه نمیخوام دست بزنم. همه کارا برمیگرده به ایلیستریتور که بهتر بود توی ایلیستریتور درستش میکردیم. دوباره 10 فریم میام جلوتر و اینها رو کنترل C و کنترل V میزنم. این از راه رفتنش. اما بریم سراغ دست ها. روی دست کلیک میکنم، من فقط یه پوزیشن بهش بدم کافیه. کلید پی رو میزنم و در ابتدا که این پا جلوه این دست رو میارم جلو. بهتر روتیشن رو هم فعال کنیم. پی و آر رو با هم میزنم، روتیشن رو هم فعال میکنم تا به این صورت دست به حالت مستقیم قرار بگیره. پی رو هم فعال کردیم. 10 فریم میریم جلو. وقتی این پا میاد عقب یا در واقع وسط، این دست هم باید بیاد وسط که من دیگه نمیخوام کی فریم میانی بذارم. یه کی فریم زمانی گذاشتم که پا جلو بود، یه کی فریم زمانی میذارم که پا پشته. الان ببینید وقتی این پا جلوه دست جلوه، وقتی این پا عقبه دست رو هم میبرم عقب. یه ذرم بهش روتیشن میدم.
یه کوچولو هم شاید بیارمش پایین تر. حالا توی فریم 10 دوتا فریم اول رو کنترل سی کنترل وی میزنیم که پیست بشن. یک بار دیگه پخش کنیم، اسپیس رو میزنم که پخش بشه. میتونه خیلی بازی حرکتی کمتری داشته باشه. ببینید در اینجا که ما این رو آوردیم، میتونید که این کارو بکنید که دست رو یه کوچولو بیارید پایینتر رو به این صورت قرار بدید. دوباره مجبورید همه رو کنترل سی بزنید، توی فریم آخرتون کنترل وی بزنید. بریم همین کارو برای این یکی دست انجام بدیم. پا عقب، دست میره عقب. دقت کردین؟ پا عقب بود و دست میره عقب. حالا روتیشن و پوزیشن رو با هم فعال میکنم مجدد. P شیفت R. توی فریم 0 هستیم، هر دوتا رو فعال میکنم. 10 فریم میام جلوتر. گفتیم دیگه 10 فریم نیاز نیست، فریم میانی نمیخوایم، پس 20 فریم میایم جلوتر. دست رو به این صورت میاریم جلوتر، کمی بهش روتیشن هم میدیم حالا و دوباره تکرار حرکت قبلی. کنترل سی کنترل وی. یک بار پخشش بکنیم. ببینید دست سمت در واقع راست خیلی تمیزتر از دست سمت چپ شد. اونم دلیلش این بود که مرتب نکرده بودیم اون یکی دست رو، ولی اشکال نداره. میتونیم لایه هامون رو برگردونیم، روی لایه دست کلیک بکنیم، بعد از انتخاب شدن یه کوچولو جابجاش کنیم که درست بشینه سر جاش. یا همینطور میتونیم اینور پا رو انتخاب بکنیم، این لایه پا رو الان انتخاب کردم، یه ذره بیارمش این برتر. فقط دقت کنید که باید کلیه المان ها رو جابجا بکنید. اینم از این. برای اینکه حرکتم تمیزتر بشه میتونم سر رو هم در این مرحله انیمیتش کنم. کلید پی رو میتونم بزنم، کلید آر رو هم میتونم بزنم، هر طور که راحتید. با آر خیلی بهتر میشه. میگم سر در موقعیت جلو قرار بگیره، روتیشن رو زدیم، 20 فریم اومدم جلوتر، عقب بره. دوباره توی فریم 10 کپی فریم اول، کنترل سی کنترل وی، پخشش کنیم. یک حرکت جزئی هم به سرش دادیم. برای اینکه این کاراکترمون رو به حالت لوپ در بیاریم و یک حرکت کامل رو ازش ببینیم، من میام توی پنل پراجکت روی کاراکتر کلیک میکنم، مستقیم میندازمش توی یک کامپوزیشن دیگه به این صورت. با کلیک راست اینجا و زدن گزینه کامپوزیشن ستینگ حتما جای خالی باید کلیک راست کنید. زمانش رو به 5 ثانیه تغییر میدم. یک بار دیگه ببینید کلیک راست در جای خالی کامپوزیشن ستینگ، زمانش رو به 5 ثانیه تغییر دادم. بعد از اینکه به 5 ثانیه تغییر دادیم، الان میریم این رو هم اصلاح بکنیم. بعد از اینکه به 5 ثانیه تغییر دادیم این رو باز میکنیم، با کنترل دی زدن 2 بار یا 3 بار یا 4 بار ازش تکرار میگیریم، همه رو انتخاب میکنیم، با کلیک راست روی گزینه کی فریم اسیستنت و سکونس لایر کلیک میکنیم، اوکی میزنیم، همه لایه ها رو پشت سر هم میچینه. کاری که من اینجا باید انجام بدم اصلاح لایه دسته، پس وارد لایه بدن میشم، تمام فریم ها رو از حالت در واقع باز درش آوردم. کتف دست راست درسته، اما بدن باید اینجا قرار بگیره. ببینیم دست چپ چرا از کمر میزنه بیرون. کل لایه ها رو من انتخاب میکنم، دست، مچ دست و کتف دست چپ، همون دستی که پشته، به پایین ترین لایه انتقالشون میدم با زدن کنترل شیفت جی فارسی یا آکولاد باز که بره پشت پا قرار بگیره. الان اگر دقت بفرمایید مشکلمون حل شد. خب یک انیمیشن خیلی ساده است. در آموزش‌های بعدی
روی همین میتونیم کار بکنیم که جزئیات بیشتری بهش بدیم. برای اینکه آموزش بعدیمون رو داشته باشیم و بتونیم که روی همین فایل کار بکنیم، خواهشاً از طریق فایل اول سیوش بکنید. من در داخل دسکتاپ با نام موشن یا اینطوری بنویسم راه رفتن کاراکتر، این رو سیو میکنم و حتما از این قسمت کالکتش میکنم. بعد از اینکه کالکتش هم کردم دوباره توی دسکتاپ سیوش میکنم. حالا من فولدری دارم که فایل هام هم کنارش هستن و این در داخل دسکتاپ ذخیره شده. به این صورت فایل هام هیچ وقت از بین نمیرن. و حالا افتر افکتم رو میبندم تا بتونم که در واقع پروژه های بعدیم رو انجام بدم. توی آموزش های بعدی حتما روی جزئیات در واقع حرکت این کاراکتر هم وقت خواهیم گذاشت. ممنونم که همراه من بودین.